550 کیلوگرم مواد مخدر توسط قماندانی امنیه ولایت غزنی حریق گردید. مسئولان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت غزنی میگویند که 550 کیلوگرم تریاک که در جریان یک ماه گذشته از مناطق مختلف ولایت غزنی کشف و ضبط گردیده بود، امروز از سوی یک کمیته مشترک متشکل از ریاست استخبارات، ریاست صحت عامه، محکمه و قماندانی امنیه ولایت غزنی حریق گردید. به گفته مسئولان، در پیوند به این مقدار مواد مخدر 7 تن از افراد مظنون نیز بازداشت شدند. شما مشاهده میکنین که فعلا ما یک اندازه مواد مخدر را که در مدت یک ماه از شهرهای عمومی، از ولسوالی خواجه عمری و از مختلف نقاط شهر غزنی گرفتار و جمع‌آوری کرده بودیم. تقریبا در حدود 560 کیلو گرم نوع مواد مخدر نوع تریاک است که ما جمع‌آوری کرده بودیم و شما شاهد حال هستین. بعد از اینکه مردم به تعداد 8 نفر مظنون ما مراجعه گرفتیم، در محکمه سپردیم. بعد از نهایی حکم محکمه بالای چه فروشنده از اینا و خریدار از اینا محکمه حبس فیصله کردن و در مورد مواد مخدرش سوزاندن فیصله کردن. و شما امروز دیدین که عملاً ما مواد مخدر نوع تریاک را امروز در محضر شما، در محضر تمام برادران ما سوزاندیم و آتش زدیم. در همین حال باشندگان ولایت غزنی و کارکنان بخش صحت در این ولایت این اقدام مسئولان امنیتی را ستایش کرده، مواد مخدر را سرطان دوم در جامعه خوانده و بر جلوگیری از گسترش آن در جامعه تاکید می‌کنند. ما بسیار خوش شدیم به این که نیروهای امنیتی آمدن اینجا مواد مخدر آتش زدن و ما بسیار خوش هستیم به خاطر از اینکه طوال دزد و چیزی بی امنیتی که بود به خاطر این مواد مخدر بود. مواد مخدر خودش یک مواد نشاور و بسیار خطرناک است که سرطان دوم از جامعه. اولین تاثیرش که است، اشخاصی که از مواد مخدر استفاده میکنه در سیستم مرکزی است، داخل حجره های سلولهای خون میشه. زمانی که وقتی که سلولهای حجره های خون به این عادت کرد، اکثریت اگر متوجه باشیم که مواد نرسه خودکشی است. ولایت غزنی که در مسیر شهرهای کابل قندهار قرار دارد، از جمله مسیرهایی است که گاه نیروهای امنیتی در آن از کشف و ضبط قاچاق مواد مخدر خبر میدهند.